حالا ببینیم که روز نخست شکرگزاری رو باید چی کار کنیم. حتما از همه شنیدی که میگن خدا رو بابت نعمات زندگیت شکر کن. وقتی به اون چه که بابت اون شاکر هستی توجه کنی، دقیقاً همین کار رو میکنی. اما شاید تا به حال متوجه نبودی که در نظر آوردن مواهب الهی یکی از قدرتمندترین تمریناتیه که میتونی در عمرت انجام بدی و همین مسئله به گونه‌ای معجزه آسا کل زندگی تو متحول میکنه. وقتی از بابت نعماتی که داری خدا رو شکر کنی، هر قدر هم که ناچیز باشن اونها، خودت متوجه میشی که همین چیزهای کوچیک فوراً زیاد میشن. اگر در مورد پولی که داری خدا رو شکر کنی، هر قدر هم که کم، به چشم میبینی که پولت به گونه‌ای معجزه آسا زیاد میشه. اگر در مورد یه رابطه شاکر باشی، هر قدر هم که چنگی به دلت نزنه، میبینی که چه شکل شگفت‌انگیزی پیدا میکنه. اگر در مورد شغلی که داری بنده شاکری باشی، حتی اگر شغل رویاییت هم نباشه، اوضاع کم کم تغییر میکنه، به طوری که تو از شغلت بیشتر لذت میبری و ناگهان سر و کله انواع فرصت‌های شغلی برات پیدا میشه. البته عکس قضیه هم هست که وقتی ما مواهب خودمون رو در نظر نگیریم و خدا رو شکر نکنیم، ناخواسته در دام برشمردن موارد منفی میافتیم. وقتی ما در مورد اون چه نداریم حرف بزنیم، در اصل موارد منفی رو مورد توجه قرار دادیم. زمانی که ما از دیگران انتقاد یا خرده‌گیری کنیم، یا در مورد ترافیک، انتظار کشیدن تو صف، تأخیر، مسائل دولتی، نداشتن پول کافی و بدی هوا گله کنیم، موارد منفی رو مد نظر قرار دادیم. وقتی ما بر روی موارد منفی تمرکز کنیم، همونا هم زیاد میشن. اما از همه مهمتر، با در نظر آوردن هر مورد منفی، مواهب الهی موجود بر سر راهمون رو خودمون کنار زدیم. من خودم هر دو راه رو امتحان کردم، مد نظر قرار دادن داشته ها و البته نداشته ها. میتونم بهتون اطمینان بدم که مد نظر قرار دادن برکات الهی تنها راه سرازیر شدن نعمت به زندگیتونه. حالا به عنوان اولین کار در صبح یا هر ساعتی که روزت رو آغاز میکنی، نعمات الهیت رو در نظر بیار. میتونی فهرست نعماتت رو بنویسی، یا اونها رو در کامپیوتر، لپتاپ یا گوشی تایپ کنی، یا با استفاده از یه دفترچه یادداشت روزانه که دیروز براتون گفتم، تمام موارد قابل شکرگزاری رو در یک جا نگه داری. پس برای روز یکشنبه یه فهرست ساده از 10 مورد قابل شکرگزاری زندگیت تهیه کن و اونها رو یادداشت کن. میگن وقتی انیشتین تشکر میکرد، درباره چون و چرای شاکر بودنش میاندیشید. تو هم وقتی دلیل شکرگزاریت رو در مورد چیزی به خصوص، فردی ویژه یا وضعیتی خاص مد نظر قرار بدی، حال و هوای شکرگزاری رو بسیار بیشتر، عمیق‌تر و بهتر احساس میکنی. یادت که هست اعجاز شکرگزاری طبق میزان احساسات تو اتفاق میفته و روی میده. بنابراین با هر موردی در فهرست خودت بنویس که چرا از این بابت شکرگزار هستی. لطفاً خوب توجه کنید که چطور باید بنویسید. چند تا مثال براتون میگم. واقعا خدا رو از بابت صدای خوبی که دارم شکر میکنم، چون با این صدا گویندگی میکنم، میتونم برنامه‌های مختلف اجرا کنم، میتونم برنامه بسازم و به دیگران کمک کنم و میتونم درآمد داشته باشم. من از بابت داشتن مادری مهربان خوشحال و شاکرم، چون مادر من همیشه حامی من بوده و من عشقم رو از مادرم میگیرم. من واقعا خدا رو از صمیم قلب بابت به دست آوردن ثروت‌ها و پول‌های فراوانی که در زندگی کسب کردم شکر میکنم، چون با این پول‌ها میتونم خونه بخرم، ماشین بخرم، زندگیمو بچرخونم، موارد مورد نیاز زندگیمو تهیه کنم، لباس بخرم و هر کاری که نیاز به پول داره رو با اینها انجام بدم. آخرین مثالم بزنم براتون. من واقعا برای داشتن پاهای قوی که دارم خدا رو شکر میکنم، چون با پاهام راه میرم، مسیرهای مختلف رو پیاده روی میکنم، میتونم با پاهام بدوم و ورزش کنم، میتونم با این پاهای قوی که دارم کوهنوردی کنم و از کوهنوردیم لذت ببرم. اما وقتی نوشتن فهرست 10 نعمت خودت رو تموم کردی، برگرد و تک تک اونها رو هم در ذهنت و هم با صدای بلند بخون.
زمانی که به آخر هر نعمتی رسیدی، یعنی اون جمله تموم شد، عبارت اعجاز آفرین خدایا شکرت، خدایا شکرت، خدایا شکرت، یا اونجوری که من میگم پروردگارا سپاس، پروردگارا سپاس، پروردگارا سپاس رو 3 مرتبه بگو و تا جایی که ممکنه حال و هوای شکرگزاری رو احساس کن. برای اینکه بهت کمک بشه تا حال و هوای شکرگزاری رو بیشتر حس کنی، میتونی در مورد خدا، کائنات، نعمات الهی، زندگی، خود برتر یا هر چیزی که به ذهنت رسید شکر کنی. وقتی شکرگزاری رو به سمت چیزی یا کسی جهت بدی، حتی بیشتر اون رو احساس میکنی و شکرگزاریت قدرت بیشتری پیدا میکنه و حتی اعجاز بیشتری به وجود میاره. شما میتونی یه نمادی رو به عنوان شکرگزاری انتخاب کنی. مثلا بنده یه تسبیح دارم که همیشه همراهمه و با اون شکرگزاریمو انجام میدم. تمرین مد نظر قرار دادن مواهب الهی به منظور دگرگونی و تحول زندگیت به قدری ساده و قدرتمنده که دلم میخواد 10 نعمت دیگر رو هم روزانه به مدت 27 روز دیگه، یعنی از فردای اولین روز، به فهرستت اضافه کنی. من خودم صبح به صبح این کار رو انجام میدم، یعنی صبح که از خواب بیدار میشم اول 10 نعمتی که به ذهنم میاد رو مینویسم و بابت شکرگزاری میکنم. شاید خیال کنید که هر روز پیدا کردن 10 مورد قابل شکرگزاری خیلی کار سختیه، اما هرچی بیشتر در این مورد فکر کنی بیشتر پی میبری که چقدر نعمت قابل شکرگزاری داری و متاسفانه تا به حال بهشون اهمیت نمیدادی و نمیدیدیشون. کافیه یه مقدار با دقت به زندگی توجه کنی و ببینی که تا به حال چه نعمتایی دریافت کردی و دریافت‌های روزانه این نعمات همچنان هم ادامه داره. واقعا خیلی چیزا هست که تو باید بابت اونها شاکر باشی. مطمئن باش تو میتونی از بابت خونه، خانواده، دوستان، شغلت و هر چیز دیگه ای شاکر باشی. میتونی خدا رو به خاطر وجود خورشید، آبی که داری مینوشی، غذایی که داری میخوری، هوایی که داری تنفس میکنی و بدون هیچ کدوم از اینهایی که گفتم زنده نبودی شکر کنی. تو میتونی خدا رو بابت درختان، حیوانات، اقیانوس‌ها و دریاها، پرندگان، گل‌ها، گیاهان، آسمان آبی، ستارگان، ماه و سیاره زیبا و الی آخر، بابت همه اینها میتونی شکر کنی. میتونی بابت حواس 5گانت شاکر باشی، چشمایی که با اونا میبینی، گوشایی که با اون میشنوی، دهان و زبانی که با اون مزه ها رو میچشی، بینیت که با اون بو میکنی و پوستت که با اون احساس میکنی. میتونی بابت پاهایی که با اونا راه میری، دستایی که تقریبا برای هر کاری از اونا استفاده میکنی، صدایی که با اون ابراز وجود و با دیگران ارتباط برقرار میکنی. بابت همه اینا میتونی شکرگزار باشی. تو میتونی خدا رو از بابت دستگاه ایمنی شگفت‌انگیز بدنت که تو رو سالم نگه میداره و تمام اندامهات که جسم تو رو حفظ میکنن تا بتونی زنده بمونی شکر کنی. اما در مورد شکوه و جلال ذهنت که فناوری هیچ کامپیوتری در دنیا به پای اون نمیرسه چطور؟ آیا نباید بابت اون از همه بیشتر شاکر بود؟ فهرستی از مواردی که زمینه‌های مهمی رو برای تو یادآوری و خاطر نشان میکنه که میتونی در اونها به دنبال مواهب زندگیت بگردی و خدا رو از بابت اونها شاکر باشی برات میگم. شما خودت هم میتونی هر موقع که خواستی موارد دیگه رو هم بسته به اهمیتشون به فهرستت اضافه کنی. مهمترین های این فهرست اینها هستن. آروم میگم که اگر خواستین یادداشت کنید به راحتی این اتفاق بیفته. تندرستی و جسم، شغل و موفقیت، پول، روابط، امیال، شادی، عشق، زندگی، طبیعت مثل سیاره زمین، هوا، آب و خورشید، کالاهای مادی و خدمات، موارد انتخابی خودت. لازمه که حتما زمانی که داری شکرگزاری انجام میدی بابت تمام مواهب و نعمات زندگیت حس خوبی داشته باشی. احساس کنی شکرگزاری رو، حس کنی که چقدر شاکر هستی. اونجوری میتونی خوشحالتر و شادتر باشی و تحول در زندگیت رو به سرعت بالاتری رقم بزنی. قطعاً براتون اتفاق افتاده روزی که شاد هستین خیلی لذت بخشه، اما روزی که ناشاد هستین، حالتون خوب نیست، متاسفانه اون روز براتون خیلی بد میگذره. پس سعی کنید که همیشه در شکرگزاری حالتون خوب باشه.
احساستون خوب باشه، با احساس و وجودتون این کار رو انجام بدین.